سلام دوستان، شبتون بخیر. عزیزم، من کارم شبرنگه و شبرنگ نویسی هم جزو علاقه کارمه، هم یه چند سالی حروف برجسته ساختم. ولی تو این حال هوا شبرنگ تنها چیزیه که میتونه کار اولیه یه مغازه رو نمایش بده. شاید شما کلی پول تابلو بدین، ولی طرف میاد بالا رو نگاه میکنه میفهمه تابلوتون نوشتهش چیه، ولی شبرنگ برای رد شدنه. حالا میمونه یه طراحی‌های جالب قشنگ که جذب بکنه که این رستورانی که مثلا ما زدیم رستوران مثلا ایکس، چون نوشتهش قشنگه، نه اینکه بخوام سر مردم رو کلاه بذاریم، خدا نکرده، نه، ولی اون جذابیت همراه با یه غذای سرو شده خوب میتونه برسونه که این جایگاه کارش درسته. من نظرم اینه اگه کار نوشتنی داشتین رو شیشه به ما مراجعه کنید، حتما یه کار تمیز و قابل قبول براتون ارائه میدیم که اول خودمون راضی باشیم، بعد مشتریمون. موفق باشیم.